جان یه مرد 60 ساله و سرحاله که همیشه حواسش به خورد و خوراکش بوده. پیاده روی منظم داشت و خلاصه خودش رو آدم سالمی میدونسته. برای همین وقتی یه بی‌حسی عجیب و مداوم توی دست چپ شروع شد، همون کاری رو کرد که خیلی از ماها ممکنه بکنیم. پشت گوش انداخت. پیش خودش فکر کرد لابد دستش موقع خواب مونده زیرش یا توی باشگاه رگ به رگ شده. اما چیزی که جان نمیدونست این بود که بدنش داشت یه اخطار خیلی جدی بهش میداد. یکی از رگ‌های اصلی گردنش اونقدر خطرناک بسته شده بود که هر لحظه ممکن بود یه سکته مغزی وحشتناک و خانمانسوز سراغش بیاد. اون حس گذرا در واقع آخرین آژیر قرمز قبل از فاجعه بود. توی ویدیو امروز 7 نشونه هشدار دهنده رو بهتون میگم که ممکنه به معنی گرفتگی خطرناک رگ‌های گردن باشه. شناختن این علائم خیلی حیاتیه چون میتونه جون خودتون یا عزیزانتون رو نجات بده. بیاین اول ببینیم وقتی این علائم ظاهر میشن اصلا توی بدن چه اتفاقی داره میفته. رگ‌های کاروتید توی دو طرف گردن ما وجود دارن. رگ‌های بزرگی هستن که مثل بزرگراه‌های اصلی خون پر از اکسیژن رو به مغز میرسونن. با گذشت زمان به خاطر فاکتورهایی مثل فشار خون بالا، چربی خون، مصرف سیگار، رسوبات چربی که بهشون پلاک میگیم میتونن روی دیواره داخلی این رگ‌ها جمع بشن. به این وضعیت میگن تنگ شدن شریان کاروتید که توی سونوگرافی کاروتید خودش رو نشون میده. در این حالت راه عبور خون باریک میشه. خون نمیتونه راحت جریان پیدا کنه و مغز در معرض خطر قرار میگیره. برای خیلی ها اولین علامت این بیماری یه سکته مغزی سنگینه، اما خوشبختانه همیشه نشونه‌هایی از قبل وجود داره. تشخیص به موقع اینها به معنای واقعی کلمه میتونه جونتون رو نجات بده. پس بیاین 7 علامت هشدار دهنده رو با هم بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ علائم ممنون میشم همینجا ویدیو لایک رو بزنید، یک کامنت هم بذارید تا این ویدیو به دست افراد بیشتری برسه. اولین علامت شنیدن یه صدای نبضدار توی گوشه. این یکی از عجیب ترین نشونه هاست. به صدای هوف هوف یا ضربانی که دقیقاً با ریتم ضربان قلبتون هماهنگه و معمولاً توی یکی از گوش‌ها فقط شنیده میشه میشناسنش. به این حالت میگن وزوز گوش نبضدار. برخلاف زنگ زدن معمولی گوش، این صدا مستقیم به جریان خون ربط داره و وقتی رگ باریک میشه جریان آروم خون تبدیل به یک جریان آشفته و متلاطم میشه و اون صدا رو ایجاد میکنه. مثل وقتی که آب توی رودخونه با شدت از بغل یه سنگ رد میشه. این تلاطم خون نزدیک ساختار گوش باعث میشه شما صدای نبضتون رو بشنوید. اگر چنین صدایی شنیدید اصلا ساده ازش نگذرید. این ممکنه یه رد پای صوتی از اختلال توی جریان خون باشه که نیاز به بررسی فوری داره. دومین علامت بی‌حسی یا ضعف ناگهانی در یک طرف بدن. این همون علامتیه که برای جان اتفاق افتاده. بی‌حسی یا ضعف یهویی توی صورت، دست یا پا، مخصوصا اگر فقط توی یه طرف بدنتون باشه. ممکنه متوجه بشید یه طرف صورتتون افتاده یا لنگ میزنید یا نمیتونید دستتون رو بالا ببرید. رگ‌های گردن به بخش‌های خاصی از مغز که حرکت و حس رو کنترل میکنن خون میرسونن. معمولا این علامت نشونه اصلی حمله گذرای اسکمیکه یا همون مینیسکته. مینیسکته زمانی اتفاق میفته که یه تکه کوچیک از پلاک جدا شده از داخل رگ به مغز رفته و موقتاً یه رگ رو بسته. بعدش بدن بیکار نیست، اون لخته حل میشه و علائم از بین میره. چون علائم برطرف شدن خیلی ها جدی نمیگیرنش، اما این جدی ترین هشدار برای وقوع یه سکته مغزی بزرگتر در آینده نزدیکه. مثل پیش لرزه‌ای که احتمالاً یه لرزه بزرگتر بعدش میاد. سومین علامت مشکل ناگهانی در حرف زدن یا فهمیدن کلماته. ممکنه یهو ببینید زبونتون نمیچرخه یا کلماتی که میگید پس و پیش و بی‌معنی باشن، یا برعکس یهو متوجه نمیشید بقیه دارن چی میگن، یعنی درک صحبت‌های دیگران براتون دشوار میشه.
این وضعیت به خاطر نرسیدن خون به مراکز تکلم در مغز اتفاق میفته. مثل همون بی‌حسی، این هم میتونه نشونه مینی سکته باشه که یهو میاد و بعد خوب میشه. اگر این اتفاق برای خودتون یا اطرافیانتون افتاد، معطلش نکنید. این یه وضعیت اورژانسیه. موقتی بودن علائم اصلا از شدت خطر کم نمیکنه. یعنی یه بخش از مغزتون برای لحظاتی گرسنه خونه و دفعه بعد ممکنه این انسداد دائمی بشه. مورد چهارم تغییر ناگهانی و عجیب توی بینایی هست. علامت کلاسیک این وضعیت اینه که انگار یه پرده خاکستری یا سیاه داره از بالا میاد پایین و جلوی دید یکی از چشماتون رو میگیره. بعد از چند دقیقه پرده بالا میره و بینایی به حالت عادی برمیگرده، چون رگی که به شبکیه چشم خون میرسونه یه شاخه کوچیک از همون رگ کاروتید گردنه. یه لخته کوچیک ممکن اونجا گیر کنه و خون چشم رو موقتاً قطع کنه. هر دلیلی که داشته باشه، این یه سیگنال واضحه که نیاز به معاینه فوری پزشکی داره. علامت پنجم سرگیجه ناگهانی یا از دست دادن تعادله. منظورم فقط یه سبک شدن ساده سر نیست، بلکه یه حس عدم تعادل شدید یا چرخش دنیا دور سر که میگه دنیا دور سرم میچرخه. ممکنه همون لحظه دارید عادی راه میرید و یهو تلو تلو بخورید و نتونید حرکاتتون رو هماهنگ کنید. این علائم معمولاً به جریان خون در بخش عقبی مغز یعنی مخشه مربوط میشه که مسئول تعادله. وقتی انسداد توی رگ‌های مهره‌ای یعنی رگ‌هایی که از پشت گردن به مغز میرن اتفاق میفته، توانایی مغز برای مدیریت تعادل به هم میخوره. اگر این اتفاق یهویی و بی‌دلیل افتاد، باید به عنوان یک چراغ قرمز مغز و اعصاب بهش نگاه کرد. علامت ششم سردرد یا گردندرد شدید و ناگهانی در یک طرفه. این علامت با سردردهای معمولی فرق داره. ممکنه ناشی از یه پارگی ظریف توی لایه رگ کاروتید باشه که بهش میگن دایسکشن. مردم معمولا این درد رو مثل درد تیز و برنده توی یه طرف سر، اطراف شقیقه، چشم یا فکشون توصیف میکنن. حتی ممکنه به شکل گردن درد وحشتناک شروع بشه که با هیچ دردی که قبلا داشتید قابل مقایسه نیست. نکته مهم ناگهانی بودن و شدتشه. ممکنه موقع کش دادن بدن، سرفه کردن یا حتی چرخوندن سر اتفاق بیفته. این درد تیز ممکنه اولین نشونه باشه که دیواره رگ آسیب دیده و خون داره راهش رو به جای اشتباهی باز میکنه که میتونه سریعا منجر به سکته بشه. پس اگر چنین دردی داشتید اصلا منتظر نمونید تا خودش خوب بشه، سریعا کمک بخواید. مورد هفتم شناخت حمله گذرای ایسکمیک هست یا TIA. این علامت در واقع چتریه که تمام نشانه‌های قبلی رو پوشش میده. یعنی شما باید مینی سکته رو به عنوان یه سکته موقت بشناسید. هر کدوم از نشونه‌هایی که یه طرف بدن باشه مثل بی‌حسی، ضعف، تاری دید یا مشکل تکلم که کاملا خوب میشن، در واقع یه TIA یعنی یه حمله گذرای ایسکمیکن. این مهمترین علامتیه که باید درک کنید چون خیلی فریبنده است. چون حالتون خوب میشه فکر نکنید که خطر رفع شده. برعکس، مینی سکته در واقع تمرین تئاتر برای یه سکته مغزی واقعیه. آمارها نشون میدن درصد زیادی از افرادی که مینی سکته میکنن توی چند روز یا چند هفته آینده دچار سکته کامل میشن و خیلی از این موارد فقط توی 48 ساعت اول اتفاق میفته. هر وقت یه علامت عصبی ناگهانی داشتید که بعد غیب شد، باید سریعا اقدام کنید. برگردیم سراغ جان. بعد از اصرار همسرش اون بالاخره رفت دکتر. معاینه اول فکر کردن همون رگ به رگ شدن، اما وقتی علائم ادامه پیدا کرد، دکتری آزمایش ساده و بدون درد به اسم سونوگرافی کاروتید براش نوشته. نتیجه نشون داد که رگ گردن سمت چپش بیشتر از 90% بسته است. اون بی‌حسی دستش اصلاً مشکل عصبی نبود، بلکه مغزش داشت از بیخونی فریاد میزد که نیاز به کمک دارم. جان تحت عمل قرار گرفت، رگش باز شد و الان دوباره به زندگی فعالش برگشته، اما این بار با یه درک جدید از نشونه‌های بدنشه. جنگ با بیماری رگ‌های گردن با پیشگیری و آگاهیه که اتفاق میفته. راه‌های پیشگیری همیناست: کنترل فشار خون که عامل اصلی رسوب چربی توی رگه، پایین آوردن چربی خون. اگر کبد چرب دارید حتما به فکر درمانش باشید. نگید مثلا گرده که شاید برای من خیلی ضرر نداشته باشه، در آینده
مشکل ساز میشه. رژیم درست داشته باشید و در صورت لزوم و تشخیص پزشک دارو مصرف کنید. ترک سیگار که به شدت به رگ آسیب میزنه، مدیریت دیابت و ورزش منظم، حداقل 150 دقیقه فعالیت متوسط در هفته. یادتون باشه وقتی از گرفتگی رگ گردن حرف میزنیم داریم در مورد کل سلامت سیستم عروقی بدن و عامل اصلی سکته مغزی حرف میزنیم. سکته مغزی 5مین عامل مرگ و میر در دنیاست، اما در خیلی از موارد قابل پیشگیریه. پس اگر هر کدوم از این علائم رو در خودتون یا عزیزانتون دیدید، حتما با پزشک مشورت کنید. تشخیص زودهنگام این نشونه‌ها واقعا میتونه زندگی ببخشه. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. این ویدیوها رو هم ببینید برای اطلاعات بیشتر. تا ویدیوی بعدی، یا حق.